به نام خدا. گروه تخصصی نجم عملیات سمپاشی مبارزه با حشره ساس. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید کامل کلیه قسمت ها، تمامی قسمت هایی که خودتون مشاهده میکنید، وسایلی که الیاف دارن، تمامی وسایل از قبیل پتو، لباس کاملا باید آغشته بشن و با این روش کاملا سمپاشی بشه. ساس حشره رختخوابی است که بیشتر در وسایلی که الیاف داشته باشن از قبیل خوشخواب، مبلمان، لباس‌ها و وسایلی که مثل پتو غیره می باشد در آنها اختفا نموده و به میزبان خود که انسان می باشد حمله ور می شود و ایجاد گزش